بینندگان عزیز، به دفتر آقای کریستوفر کرمانی، یار و همراه هموطنان عزیز در رابطه با شناخت و نزدیک شدن به US آرمی هستیم که محبت کردن، از ما دعوت کردن تا بتونیم بیایم از نزدیک ببینیم که در یکی از مراکز و پادگان‌های نظامی روزگار چطور میگذره و این افتخار من بود که تونستم بیام به دفتر ایشون و از اینجا باشون صحبتی رو داشته باشم در زمینه پیوستن به US آرمی به عنوان مترجم زبان فارسی، که اگه اجازه بدید صحبت خودمون رو بی‌وقفه شروع کنیم و بپردازیم به سوالای خودمون. با تشکر از شما آقای کریستوفر کرمانی عزیز و از اینکه لطف کردین این شرایط رو به وجود آوردین تا بتونیم ما به محل کار شما و دیگر همکارانتون در US آرمی بیایم و به LA Battalion if I'm not mistaken بیایم خدمتتون و بتونیم با همین صحبت رو داشته خیلی باشیم. متشکرم. مرسی خانم شیرازی عزیز، متشکرم واقعا از تمام همکاری شما که با ما در ظرف چند دو سال پیش با ما داشتین. با من شخصی من واقعا باعث افتخار من 20 خورده سال با هم دوست هستیم، ولی در ظرف این 2 سال واقعا از متخوام شما تشکر کنم که با محبتاتون واقعا کمک کردین که ما بتونیم بیشتر جامعه ایرانی ما رو بشناسن، بدونن ما کی هستیم. اختیار دارید. US آرمی شخص درستی رو انتخاب کرده برای این موضوع، برای همین هم هست که همه با طیب خاطر با شما همراهی میکنن، چرا که کسی رو که بهش اطمینان دارن، کسی که صالح یک اجتماع هست، وقتی میاد در موردی صحبت میکنه همه مردم با خیال راحت حرفش رو دنبال میکنن و ادامه کارشون رو انتخاب میکنن و خوشحالم که US آرمی از شما دعوت کرده و ما میتونیم اطلاعات دقیقی رو از شما داشته باشیم. اگر ممکنه یه مقدار برای ما بیشتر توضیح بدید که نقش شما در به اصطلاح از نظر پل ارتباطی با US آرمی به چگونه هست و چه بخشی رو شما سعی میکنید بین ایرانی ها ترویج بدید از نظر کار کردن در US آرمی؟ من پوزیشنم از لنگویج اسپشیالیست و کامیونیتی لیزان هسته برای US آرمی و من میشنم این هسته که بتونم واقعا اون مردم ایرانی رو ادوکییت بکنم که ما چی هستیم، چه چیزایی داریم و واقعا از اون منافع آرمی بتونن استفاده کنن، از فول تایم جابش تا مزایای مادیش و معنویش، ادویکیشنش، همه اینا یه چیزایی هسته که ما خودمون جامعه ایرانی هیچ وقت اونقدر کلوز نبودیم به گاورمنت، چون کشور خودمون و همون رو کریان کردیم به این کشور و این باعث شد و این کار من واقعا دوست دارم که مردم راجع ما بدونن، حالا بیان یا نیان هر کسی نیست. من همیشه اینو گفتم و برای کسایی هسته که واقعا اون دیسپلین باید داشته باشن، باید بتونن پایه زندگی رو برای خودشون تو امریکا محکم بکنن و نگه دارن. برای اون اشخاص هست و من همیشه دوست دارم که کسایی باشن بیان اینجا که بتونن واقعا برای خودشون با زندگی درست بکنن و من هر کاری بتونم با جون و دل همیشه سعی کردم و همیشه هم به همه کمک خواهم کرد. سپاسگزار شما هستیم. میدونم که برای هم خانم ها و هم آقایون این اپورتونیتی هست و همونطور که شما فرمودید از لحاظ مترجمی از اونها استفاده میشه. آیا اونها هم تمام ترینینگی رو که افراد در ارتش دارن خواهند داشت و آیا بعداً کاری که دارن انجام میدن کار دفتری هست یا باید برن در میدان جنگ؟ البته این ما 2 قسمت در ارتش داریم، قسمت سپورت، قسمت کامبت. تمام ترینینگ های ما، همه ترینینگی که افراد امریکایی هم میرن یه قسمتش اینجا با اینام خواهد بود. ما یه قسمت بیسیک ترینینگ داریم که اون قسمت همه با همه میرن، هر بخوام برای جنگ برن یا سپورت. بعد از اون قسمت ادوانس ایندیویدوال ترینینگ هسته که مخصوص همون MOS، همون کار هر ایندیویدوال، هر شخصه که تو این مسئله چون که به عنوان لینگویست با مترجم وارد میشن، اونا میرن بعد از 9 هفته بیسیک ترینینگشون بعد میرن به طرف آریزونا و اونجا که زبان فارسی یاد میگیرن. اگه کسی برای جنگ بخواد بره میره قسمت دیگه امریکا و اون کار جنگی رو یاد میگیره، ولی این پوزیشن فقط قسمت سپورته. بسیار عالی. چه سنینی رو قبول میکنن برای این کار و چقدر باید نالجشون از نظر زبان فارسی باشه؟ از زبان فارسی باید خیلی خوب صحبت بکنن، بتونن بخونن، بنویسن و نرمالی بین ایج 18 تا 41 و نیم. انگلیسیشون چقدر خوبه؟ انگلیسیشون مسئله نیست، براشون کلاس انگلیسی میذاریم. اون قسمت‌های جداگانه است که برای کسای معمولی اپلای نمیشه، ولی واسه
این زبان فارسی زبان ها اپلای میشه. زبان فارسی رو ندونن، زبان انگلیسی رو ندونن، فارسی رو حتما باید بدونن. ولی زبان انگلیسی مثلا این براشون کلاس میذاریم از Department of Defense Institute، براشون کلاس هایی در فورت جکسون ساوت کارولاینا گذاشته میشه که بستگی به امتحانی که داره تو نمره تو امتحان انگلیسیشون میگیرن، براشون کلاس میذاریم که ممکنه بین 4 هفته تا 20 هفته باشه که با کامپلیتی به زبان انگلیسی بتونن آشنایی کامل داشته باشن، امتحانا رو پس بکنن، بعد از اونجا میرن وارد بیسیک ترینینگشون میشن. از نظر سلامت و هلت در چه موقعیتی باید باشن؟ باید سلامتی کامل داشته باشن. ما از هر 10 نفر 3 نفر کوالیفاید میشن. سلامتیشون باید به هیچ نوع ناراحتی به قول معروف کرونیک نباید داشته باشن، چیزایی که همش آنگوینگ هسته، مثل آس، مثل دیابتیک، مرض قند، اینا چیزی هستی که همش رو قرص باید باشن، اینا نباید داشته باشن. از نظر بک‌گراندشون باید تمیز باشه، هیچ نوع DUI، هیچ نوع با پلیس چیزی نباید داشته باشن. این چیزی هستی که پارت اف کوالیفیکیشنشون هست و ما کامپلیت بک‌گراند چک میکنیم ازشون. همینجور که در مسابقه قبل گفتم ما به اسپانج اینا هم نداریم، همه کلیر میشه، همه و پروندهشون میاد بیرون، FBI رکوردشون، که ما باید بدونیم چی هسته، چی کار کردن و بدونم میتونیم به این شخص اطمینان داشته باشیم برای ما کار بکنه یا نه. خب حقم دارید، به خاطر که پوزیشن خیلی حساسی هم هست. بله. همراه یک افسر ارتش وقتی حرکت میکنه یا میخواد صحبتی رو بکنن یا هر چیزی، باید خیالشون راحت باشه که این شخص کارش درست است. بعد بفرمایید که مدت زمان کانترکتی که میبندن با ارتش چه مدت خواهد بود مینیمم و چقدر مکسیمم؟ اگه به عنوان فول تایم کار بکنن یا میتونن خودشون انتخاب کنن بین 3 سال تا 6 سال برای با ما کار کنن. اگر به عنوان ریزرو باشن که پارت تایم باشن، اتوماتیکلی کانترکتشون 8 سال است برای همه. چه جالب. 8 سال، بعد از 8 سال دیگه ریزروا باید میتونن بیان بیرون. بله. ولی اگه کانترکتشون 3 ساله باشه به عنوان اکتیو، بعد از 3 سال میتونن بیان بیرون. بله. و حالا شخص بیاد و انتخاب بکنه این کار رو، وارد بشه و بره در قسمت ترینینگ و ببینه که نه این شغلی نبوده که مد نظرش هست، آیا میتونه تغییر عقیده بده و برگرده؟ بله میتونه. اینجا همونجور که اینجا در امریکا سربازی انتخابی اجباری نیست مثل خیلی کشورهای دیگه، ولی با این فرق که وقتی که من به همه میگم قشنگ بهش فکر کنید، یه کامیتمنت. اگه میخوایم وارد اینجا بشین مطمئن باشین میخوام از مزایای دانشجوییش استفاده کنین، دانشگاهتون رو تموم بکنین. همچون شما خودتون میگین خانم شیرازی الان از نظر اکانومی، از نظر دانشگاه خرجا خیلی بالا رفته. اوریج کسی دانشگاه بخوابره بعد از 4 سال 150 هزار دلار توی قرضه که بعد این پول تا آخر عمرش پرداخت بکنه. به نظر من این راه خیلی خوبی که آدم وارد اینجا بشه، بتونه از مزایاش استفاده بکنه، در ظرف 3 سال 4 سال مدرکش بگیره، بعد از این بتونه بدون خیال راحت با سکیوریتی کلیرنسش، با مدرکش، با اون تجربه‌ای که اینجا پیدا کرده، بهترین جابا رو میتونه بگیره، بهترین کار میتونه بکنه. آیا ممکنه شرایطش رو فقط به حالت فهرستوار بفهمید که چه چیزایی رو یه نفر میتونه داشته باشه که کوالیفای بشه؟ و بعد بین سن 18 تا 41 باشن. باید پرونده از نظر کلیرنس بهشون تمیز باشه، هیچ نوع بک‌گراندی نداشته باشن، از نظر هلتی باید خوب باشن، یا باید سیتیزن باشن یا گرین کارت داشته باشن. اگه گرین کارت داشته باشن ما خودمون سیتیزنشون میکنیم. خیلی از من میپرسن که من مثلا 1 ماه پیش گرین کارتم گرفتم. فرقی نمیکنه اگه شما دیروز گرین کارتتون اومدش تو دستتون باشه، وقتی با ما بیاین، چون ما خودمون پارت اف گاورمنت هستیم، خودمون اتوماتیکلی خودمون سیتیزن امریکاشون میکنیم. بسیار. چه بنفیت هایی برای شخص قائل هستن؟ چه چیزی بیشتر غیر از اینکه میدونم کمک میکنین که بتونن ادامه تحصیل بدن اگه جوانی هستن که میخوان درس بخونن یا هر سنی دارن، چه بنفیت های دیگه ای دارین؟ خب البته قبل از بنفیتاش واقعا قبل از اون میخوام بگم که چه کاری باید بکنن که بتونن وارد پروگرام بشن، چون که خودش خیلی مهمه، چون که چند تا قسمت داره. یه دونه امتحان داره به اسم ازوب که باید حتما بالای 10 بگیرن، اگه بالای 55 بگیرن پست 911 جی آی بیرن بهشون اپلای میشه، 83000 دلار هم اونجا برای مدرسه‌شون کنار گذاشته میشه. بالای 10 بگیرن میتونن به طور فول تایم با ما شروع بکنن. اگه پایین 10 بگیرن فقط رزرو میتونن وارد بشن. باید حتما مدرک دیپلم داشته باشن، حتی از ایران هم باشه نو پرابلم، ما خودمون ترجمهش میکنیم، خودمون اوالویتش میکنیم که مطمئن باشیم دیپلمشون از ولیده و اونجوری با داشتن دیپلم، با داشتن امتحان ازوب، بعد از اون امتحان انگلیسی ازشون میگیریم که مطمئن باشیم انگلیسیشون در حدی هسته که اگه احتیاج دارن براشون کلاس انگلیسی بذاریم.
بعد از کلاس انگلیسی من براشون اسکیجول میکنم، یک نفر از واشنگتن زنگ میزنه، باشون انگلیسی باشون پا تلفن قشنگ فارسی صحبت میکنه که بدونن فارسیشون خوبه، میتونن کتاب باز میکنن بخونن پشت تلفن. اون قسمت که تموم بشه براشون کامپلیت امتحان فیزیکالشون هسته. اینا همه که این سری تموم بکنن بعد میتونن چویس داشته باشن به عنوان فول تایم یا پارت تایم وارد بشن. اوکی. یعنی با چویس خودشونه، اگه بخوام فول تایم باشن یا بله. پارت تایم هر دو مورد رو میتونن بله، داشته باشن. بله. چه بنفیت هایی برای کسی که فول تایم هست و چه بنفیت هایی برای کسی که پارت تایم هست؟ برای بنفیت هایی واسه فول تایم وقتی که شروع به کار بکنن، خب چون فول تایم کار میکنن، فول هلت، دنتال، ویژن، لایف، اینشورنس واسه همشون، واسه خودشون، واسه خانوادهشون در سال 1 ماه پید ویکیشن دارن. اگر مجرد باشن از زمانی که وارد ترینینگ میشن حدود $2200 بهشون در ماهیانه بهشون حقوق میدن. اگه متأهل باشن $4200 بهشون میدن. اگر زمانی که برن سر کار، برای کسایی که فول تایم کار بکنن، برای کسی که مجرد باشه بهشون خونه‌های سازمانی میدن، حالت سینگل آپارتمنت، بعد با کافتریا اونجا هست، بریکفاستشون، لانچ، دینر همه چی اونجا سرو میشه. برای اونها در اون مدت حقوقشون حدود برای مجرد $3700، برای متأهل $5600 بهشون داده میشه. یعنی اگه یه نفر ازدواج کرده باشه بهش 5600 میدن که ولی خونش اونجا نخواهد بود. خونش اونجا نخواهد بود، خونه میتونه هر جا خونه بگیره، ولی از اونجا میتونه من به همه ادوایز میکنم تا رسیدین محل کارتون فوری دیپارتمنت ادویکیشن ما برین، انتخاب کنین هر رشته که میخواین بخونین، هر رشته که علاقه دارین، فوری شروع کنین مدرسه رفتن، چون پول مدرسه‌تون رو ما میدیم. این بهترین چیز هست، میتونه واسه الان شما میدونید چقدر بچه‌ها دارن تلاش میکنن و موفق نمیشن به مدارس پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی، وکالت، همه اینها خیلی سخت شده. بله. ولی تمام اینها رو میتونن از طریق ارتش داشته باشن. بله 100%. برای که بعدها میتونه شخص وکیل ارتش باشه، میتونه دکتر ارتش باشه، اگر نخواد میتونه بعد از اینکه مدت زمان قبلش تموم شد بیاد بیرون بره برای شخصی کار. بله. هیچ پولی دیگه او نمیکنه به گورنمنت، هیچ پولی قرض نداره، سکیوریتی کلرنسش داره، اگه گرین کارت داشته باشه سیتیزن شده. بعد در تمام مدتی هم که کار میکنن با یه بونusای گذاشتیم براشون کنار که برای همه پروگرام ها ما میدیم. در حال حاضر برای پروگرام اونلاین لیما ما $40000 گذاشتیم کنار که به عنوان 15000 تا 15000 تا 10000 تا بهشون داده میشه بعد از ترینینگشون. اینو برای چی بهشون میدید؟ میخوام مطمئن باشیم از نظر مالی در مضیقه نباشن. چقدر خوب. یعنی غیر از اینکه اون حقوقی رو که واسهشون در نظر گرفتید که در حقیقت پول تو جیبی میشه به خاطر که توی بیس دارن همه هزینه هاشون رو براشون پرداخت میکنن. بله. یه بونس اضافه تر هم میدین که مشکلات مالیش چیز نداشته باشن. 100% نداشته باشن، خیالشون راحت باشه، چون که بالاخره هر کس تو این الان اکانومی بده، همه واقعا در سختی به سر میبرن، الان برای همه مشکله. درسته. چطور میتونن دوستان با شما تماس بگیرن؟ من میتونم با تلفن 877 793 7493 با من تماس بگیرن و من یوزولی کاری که میکنم چند دقیقه با تلفن باشون، چون من در روز 150 تلفن میگیرم و سعی میکنم همه رو جواب بدم و باشون چند دقیقه با تلفن صحبت میکنم، ببینم بیسیک کوالیفیکیشن شو داشته باشن بهشون میگم، اگر ببینم که احتیاج داشته باشن برای واقعا پرسو بخوام بکنن براشون اپوینتمنت میذارم که بیان اینجا که از همه چی رو A to Z براشون قشنگ توضیح بدم، بدونن چی هسته، چه پروگرام چیه، چه خوبیایی داره، چه بدیایی داره. خانم شیزی من پوینت من این هست، من دارم میخواد مردم راجع به ما بدونن و هر چم که بدونن حقیقت رو بدونن. چون که به نظر من اون حقیقت چیزی هست که بالاخره هیچ وقت نمیشه زیر بله 100%. و برای همونجوری که من همیشه دوباره خودم فکر کنم بعضی وقتا خودم تکرار و مکررات میکنم، ولی واقعا به نظر من این پروگرام برای خیلیا هست، برای خیلیا نیست. برای کسی که واقعا بخواد اون پایه زندگی رو بذاره، اون فاندیشن درست بکنه تو امریکا برای خودش is great. برای کسی که واقعا نتونه اون دیسپلین تو زندگیش داشته باشه، بخواد تا ساعت 10 صبح بخوابه، نیست. درسته. همین برای هر کسی نیست. من اول بهشون میگم، من سعی میکنم همیشه چیزای نگاتیوش بیشتر صحبت کنم تا پوزیتیوشو. خیلی هم مسئله مهمی هست، برای که سعی میکنید که
آشنا و شناخته شده وارد این کار بشن، چون ما صحبت از ارتش یک کشوری میکنیم که بزرگترین ارتش جهان هست ولی شناخت زیادی ازش نداریم. بله. و همیشه ارتش رو یک محلی برای جنگ و دفاع از مرز و بوم دونستیم و برای همین یک حالتیه که همیشه فکر کنم الان تا شخص میره تو ارتش و بره به جنگ. درسته. در صورتی که همچین چیزی نیست و ارتش هم تو که هم شما و هم کاماندر فرمودن محلی است که 150 جاب مختلف رو داره جوابگو هست. بله، ما همه نوع جاب ما اینجا داریم. و یه چیز دیگه هم خیلی جالبه واسه من، تو ایران میگن اون سرباز، اون افسر، اون سرهنگ، ما اینجا از جنرالش تا پرایوتش همه اول هستن، ولی همه ما میگیم همه we are all soldiers.